قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخی قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 108. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. تاجیکان در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه و ترقیات مناسبت‌های کپیتالیستی در این سرزمین در مدت 2 ماه کمابیش به لب دریای سیر رفته در ساحت مسما به سسیقپول نزول فرمود. غازیان معسکری همایون پیش از آن که به منزل فرود آیند از غزوه پشیمان گشته در ترددی گریز و مخلص افتادند. چه اسباب نقصانات را در عرض راه به سامان رسانیده کارشان به طلب و سؤال عاید گردیده بود. تصویری من بعد این واقعه باز هم رنگین تر است و از جایی که امیر نزول فرموده سراپرده اجلال افراشته داشت تا معرکه قتال نیم فرسخ کمابیش بود که آواز نقاره عسکریه می رسید. امیر در سایه شامیانه به لعب شطرنج مشغول بود. جماعی از قوالان قول و غزل می گفتند. خودی امیر اصول نقاره را به فخذ خود نگاه داشته. آنن فآنن دم بدم پیش خدمتان را می فرمود که به امیری توپخانه سلیم بی و امیری اسکر شیرعلی ایناق تعیین کنند که خزینه روسیه به دست نوکریه افتاده تلف نشود و بسیار مردم روسیه را ناکشته زنده آورند که در زمره سربازان ما استاده خدمت کنند و نظام را جاری دارند. و در حاشیه لشکر یحیی خواجه ترکمان که منصب آخوندی داشت با همه صفاحت فش امامه از عقیبی سر انداخته، صفحه بسیطی عریض به دست برداشته، فضایل جهاد به حلق تلقین می کرد که جهاد کنید پایدار استی. به همان یوروش روسیه آمده توپها را صاحبی کرد و 2-3 ساچمه توپچه به سوی غازیان هدیه فرستاد. همه منتظری فرار بودند. یک بار فرار برقرار اختیار کردند. اول کسی که بگریخت و امامه از سر و صفحه از دست بیانداخت یحیی خواجه آخوند بود. آنگاه خبر آوردند به جناب امیر که لشکر بی وفایی کردند و پوش دادند. امیر نیز سراسیمه به بالای اسب قنطری و زین خالی نشسته فرصت نیافت که امامه به سر کند یا جامه بپوشد. همچنان از سری شطرنج برخاسته بالای زین برنشست و اسب میراند. 18 اکتبر سال 1866 قشون پادشاهی پس از محاصره چندین وقته قلعه جزخ را تصرف کرد و موقع خود را در خاک امارت بخارا استوار گردانیده و دومین شهر بزرگ آن سمرقند باستانی تهدید نمود. تاجیکان در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه و ترقیات مناسبت‌های کپیتالیستی در این سرزمین، تأسیس جنرال گوبرناتوری ترکستان و پیشروی من بعده قشون‌های پادشاهی. حکومت پادشاهی برای اداره کردن قسمت اشغال شده آسیای میانه در سال 1867 با فرا گرفتن ولایت‌های سیردریا و هفترود
گنرال گوبرناتوری ترکستان را تأسیس نمود. در سر آن گنرال ادیوتانتی پادشاهی کاوفمن قرار گرفت. او به این وظیفه با یرلیق زرینی الکساندری دو تعیین شده صاحبی وکالتی نامحدودی بود. وی حق داشت که با دولت‌های همسایه مذاکراتی دیپلماتی برپا نماید، جنگ اعلان کند، صلح بندد و مانند اینها. کاوفمن و همکاران او به تشکیل سیستم اداره کشور ترکستان شروع نموده در آن مؤسسه های گرجدنی به وجود آوردند و در عین زمان نقشه های به درونتری آسیای میانه لشکر کشیدن را نیز مهیا ساختند. در اول سال 1868 حکمران خوقند خدایارخان با حکومت پادشاهی معاهده صلح بسته با امپریای روسیه تابع گردیدن خود را اعتراف کرد. به تاجران روس اجازت داده شد که در سراسر دولت خانی خوقند آزادانه خرید و فروش کنند. آنها برای گشادن کاروانسرای‌های مخصوص و نگه داشتن گماشته‌های خود در همه شهرهای خانیه حقوق پیدا نمودند. در خود همان سال 1868 پس از تابع کردن خوقند، اسکران روس تحت فرماندهی گنرال کاوفمن دوباره به طرف بخارا که در صدد تنگ کرده برآوردن حریفی نوی خود از زمینهای اشغالی بود حرکت کردند. ولی از محاربه نزد جزخ تقدیر یکی از کلانترین و قدیمترین شهرهای آسیای میانه سمرقند هم حل شد. چندی پیشتر از این واقعه حاکمی سمرقند دست نشانده امیر بخارا اهالی شهر را به مناسبت شورش خلقی بر ضد ظلم و شکنجه های فیادالی سرزده بود به محرومیت و مصیبت ها دچار گردانید. بنابراین اهالی به سربازان امیر بخارا یاری رساندن نخواست. اسکران حکومت پادشاهی سربازان امیر را تارومار نموده 2 می سال 1868 به سمرقند داخل شدند. از پا افتادن سمرقند در بین سربازان و طبقه اشرافیه بخارا پریشانی به عمل آورد. امرا و سپاهیان ولایت‌ها به ملک‌های خود فرار کردند. کاوفمن راهی پایتخت امارت شهر بخارا را پیش گرفت و آخرین شهری کلانی در سری راهی پایتخت واقع گردیده کتقرغان را اشغال کرد. امیر مظفر آخرین قوه خود را جمع نموده در زیر بلاق استحکام گرفت. در ماه ایونی سال 1868 اسکران حکومت پادشاهی دوباره به سربازان امیر بخارا ضربه قطعی رسانیدند. امیر مظفر پس از مغلوبیت نزد زیر بلاق امکانیت مقابلت را تماما از دست داده از تخت سلطنت فرود آمدن خواست، ولی بعدتر از این نیت خود برگشته با تکلیف صلح‌خواهانه به نزد گنرال کاوفمن الچی فرستاد و خودش به بخارا رفته در انتظار جواب نشست. به همین طریق در ظرف سالهای 1864-1868 دو دولت آسیای میانه خانیه خوقند و امارت بخارا به مغلوبیت دچار گردیدند. اما حکومت پادشاهی کار را تا به همراه کردن خاک این دو دولت با امپریای روسیه برده نرساند. هم خانیه خوقند و هم امارت بخارا در ظاهر همچون دولتی مستقل باقی ماندند. این کار چی با ملاحظه دیپلماتی و چی با ملاحظه داخلی سیاسی کرده شده بود. حکومت پادشاهی از یک طرف از مداخله انگلیا و از طرف دیگر از هجوم حاکمان ولایت‌های جداگانه آسیای میانه خوف داشت. گنرال گوبرناتور کاوفمن تکلیف امیر مظفر را دایر به صلح قبول نمود و 23 ایون سال
1868 معاهده امضا کرده شد. موافق این معاهده یک قسم امارت بخارا که عسکران حکومت پادشاهی اشغال کرده بودند به روسیه گذشت. بخارا از حقوقی با اختیار خود مناسبت کردن با دولت‌های خارجی محروم گردید. امیر مظفر به پرداختن 500,000 سوم برای خراجات حربی روسیه رضایت داد. همین طریقه امیر بخارا به وسیله فرمانبردار حکومت پادشاهی مبدل گردید. حکومت پادشاهی به حقوقی از کار امارت گذرانیدن خط تلگراف، تشکیل پاچته، کشتیرانی در دریای امو صاحب شد. امیر باشد تأمین ساختمان بندرها و پاسبانی کردن آنها را به عهده گرفت. به صاحبکاران دولت روس امکان داده شد در حدود امارت مال و ملک غیر متحرکه به دست درآورند. فقرای بخارا نیز در نوبت خود همین گونه حقوق را نسبت به روسیه صاحب شدند. به سوداگران روس برای آزادانه تجارت کردن در حدود امارت اجازت داده شد. علاوه بر این مقرر گردید که از مال آنها نباید بیشتر از 2.5% باج ستانده شود. تدریجاً ناحیه‌های سرگه زرفشان که اصلاً تاجیک نشین می باشند به تحت نظارت امپریای روسیه داخل شدند. در ماه اوگوست سال 1868 به هیئت مضافات زرفشان کشور ترکستان شهر پنجکینت نیز همراه گردید. بهار سال 1870 سردار مضافات زرفشان گنرال ابراموف به ملک‌های نیم مستقل کوهستانی ماغیان، فان، کشتوت، فلغر، مسجا، یغناب و غیره یورش نمود که در تاریخ با نام اکسپدیسیون اسکندرکول اپریل ایول سال 1870 ثبت گردیده است. از طرف مقابل دسته گنرال ابراموف که ماه اپریل سال 1870 از سمرقند برآمده بود، دسته تحت فرماندهی دینت از اوراتیپا حرکت می کرد. مقصد این یورش از نظر گذرانیدن اسکندرکول سرگه زرفشان بود. ابراموف در معلوماتی به کاوفمن فرستاده‌اش تاکید می کرد که سراسر این محل از انگشت سنگ و بیشه فراوان است. برای تحقیق ذخیره‌های طبیعی سرگه زرفشان به هیئت اکسپدیسیون اسکندرکول عالم طبیعت شناس فیرچنکه، گیولوگ میشنکوف، نقشه‌بردار، بعدتر ارباب نمایان حربی و سیاسی سابوریف و دانشمندان دیگر نیز داخل گردیده بودند. به این واسطه دایره‌های علمی و تجارتی و صنعتی روسیه توانستند با ثروت‌های طبیعی این کشور دشوارگذری کوهستانی آشنا بشوند. در نتیجه این یورش محل‌های پانهاده دسته‌های حربی پادشاهی به نام تومن‌های کوهستانی به مضافات زرفشان همراه کرده شدند. خلق تاجیک در دوره به روسیه همراه شدن آسیای میانه. مبارزه انگلیه و روسیه برای دایره نفوذ، وسعت ملک‌های روسیه در آسیای میانه. پیشروی قشون‌های روسیه پادشاهی در آسیای میانه نقشه‌های امپریای بریتانیا را ویران نمود. در سال 1869 انگلیه راجع به تأسیس دولت بوفر یعنی بی‌طرف در بین منطقه‌های تحت تصرف انگلیه و روسیه در آسیای میانه مسئله به میان گذاشت. به عقیده مستملکه‌داران انگلیس چنین دولت میبایست افغانستان گردد که با آن همراه کردن ملک بدخشان نیز در نظر داشته میشد. دریای امو باید سرحدی بین دایره‌های نفوذ انگلیه و روسیه میگردید. ولی وقتی که دایر به این مسئله گفتگوزار طرفین به عمل آمد، اصلی مقصد حکومت انگلیه نسبت به افغانستان
آشکار شد. معلوم گردید که وی در واقع افغانستان را به منطقه تحت وصایت خود تبدیل دادن می‌خواسته است. در اولی سال 1873 دایره های حکمرانی کشوری سلطنتی انگلیا و روسیه پادشاهی از حساب منفعت های مردم آسیای میانه خاموشانه چنین موافقتی حاصل کردند که طبق آن میبایست در خیوه پروتکتورات روسیه و در افغانستان پروتکتورات انگلیا برقرار میگردید. پس از آن که در میان دولت‌های بریتانیا و روسیه در بابت تقسیم دایره نفوذ سازش به عمل آمد، هجوم قشون پادشاهی به خیوه شروع شد. تشبسکار و تشکیل کننده فعال یورش نوی اشغالگرانه کاوفمن بود که در عملیات خود از حکومت پادشاهی کاملا طرفداری می‌دید. ضرورت جزا دادن دولت خانی برای عهدشکنی هایی که از وقتی کشتار هیئت سفارت بیکاویچ چرکسکی در سال 1717 ظاهر می گردید. برای حمله به کاروان تاجران روس، برای مناسبتی بی احترامانه نسبت به نمایندگان جنرال گوبرناتوری ترکستان و امثال اینها همچون بهانه این یورش به قلم داده شده. اما اصلی مقصد این یورش همان سعی و کوشش دایره های حکمران امپریای روسیه در راه وسیع کردن بازار فروش و به دست درآوردن منبع های نوی مواد خام بود. در آخر ماه می سال 1873 قشون‌های ترکستان و ارنبورگ به قلعه شهر اساسی دولت خانی خیوه رسیدند. خان خیوه محمد رحیم دو کیها از آنجا فرار کرده به دشت ترکمن به ییلاق خزاوات رفته بود. مقابلان محمد رحیم برادر او عطاجان توره را که به سوی قصد ضد خان گناهکار کرده به زندان پرتافته شده بود خان اعلان نموده. لیکن کاوفمن با عطاجان سر و کار داشتن را نخواست و از پس خان فراری قاصد فرستاده به بارگاه خود برگشتن او را طلب کرد. دوم ایونی سال 1873 محمد رحیم دو به پایتخت دولت بازگشت و اسیری افتخاری گردید. کاوفمن شرطهای معاهده صلح و مناسبت با دولت خانی را پیش می نهاد و امرای خیوه سری اطاعت خم کرده به همه آن شرطها راضی می شدند. 12 اوگوست سال 1873 معاهده بین روسیه و خیوه که از 18 ماده عبارت بود به امضا رسید. در ماده اول تأکید می شد که خان اطاعت امپراتوری عمومی روسیه را قبول کرده بدون اجازت حکومتداران پادشاهی با یگان دولت همسایه معاهده نمی بندد و یا جنگ اعلان نمی کند. اینهای ساحلی راستی دریای امو از خیوه گرفته یک قسم آن به عوض کمک های در دوره جنگ خیوه به قشونهای روس رسانده امیر به بخارا داده شد. در ساحل راست همچنین شعبه امو دریا با مرکز پیترا الکساندروفسک حالا شهری تورتپول تشکیل گردید که به هیئت ولایت سیردریا داخل می شد. ماده های دیگری معاهده به تاجران و صاحبکاران روس برای فعالیتشان در دولت امتیازهای وسیع می دادند. موافق همین معاهده خان وظیفه دار شد که خرید و فروش آدم و غلامداری را برهم می دهد و این چنین برای خراجات حربی مبلغ 2 میلیون سوم جریمه می پردازد. از آخر سال 1873 تا اول سال 1874 وضعیت در دولت خانی خوقند خیلی تند و تیز گردید. حاکمان فیودالی خوقند قریب همه زمین‌های بیرون از وادی فرغانه داشته‌شان را از دست داده، قصور درآمدی برباد رفته را
از حسابی هرچی بیشتر استثمار کردن اهالی فرغانه برآوردن خواستند. علاوه بر این مأموران و عملداران بسیاری که از جایهای سیردرآمد خود در وادی چو و جریانگاه میانه دریای سیر در خوجند، اوراتیپه و دیگر محلها محروم گردیده بودند به اینجا فرو ریختند. خرج این اعیان و اشراف فیادلی نیز به عهده اهالی مهنتکش افتاده باعث افزایش خراج و مالیات گردید. حکومتداران پادشاهی در پترزبورگ و تاشکند از حکمران دولت خانی خوقند همیشه اظهار خرسندی و قناعتمندی می کردند. این است که خدایار خان را به عوض نرمی و خوشمحضری و گذشتهایش نسبت به طلبهای امپریای روسیه بارها با نشان و عنوانهای افتخاری و تشکرنامه‌های اعلی حضرت سرفراز گردانیده بودند. آنها نارضایتی و اعتراضهای عاموی اهالی دولت خانی خوقند، تاجیکان، ازبکان و قرقیزهای فرغانه را نادیده می انگاشتند. حالانکه به اداره گنرال گوبرناتور ترکستان درباره وضعیت ناآرام دولت خانی خبرهای زیادی می رسیدند. در یکی از این خبرها که به ماه می سال 1874 تعلق دارد از جمله چنین گفته شده است: حاضر وضعیت دولت خانی خوقند پرتشویش است. اهالی از خان نهایت درجه ناراضی می باشد. خان اگر کاروانسرای بنا کردنی شود یا در یگان محل زراعت کردن خواهد و یا به خیالش ساختنی باغی رسد، همیشه در عملی نمودن تمام این گونه قصد و نیتهایش اهالی و سربازان را مجبوراً کار می فرماید، اما یک تین هم مزد نمی دهد. در سندهای دیگر از مورد تحقیر قرار گرفتن آدمان مهنتکش، وحشانیت پلیتسیه، انداز و خراج‌های زیادی که حتی برای خاری در بیابان رویده، درختانی از کوه آورنده، برای نی، برای زالوی از کول جمع کننده و غیره می ستانیدند سخن رانده می شد. بعضی حجتها در خود خلاصه های خیلی صریح و روشن نیز داشتند. مثلا در مجموع مدرک های نوترین راجع به دولت خانی خوقند چنین اظهار گردیده بود که تمام دستگاه اداری کنونی با اندک تکان مثل درختی کهنه پوسیده آماده افتادن است. به کاوفمن لازم آمد که به وضعیت پرتشویش و شورآمیز وادی فرغانه مداخله نماید، ولی او به طور خود مداخله نمود و با همین هم نسبت به مردم مهنتکش توجه نداشتنی خود را باز یک بار دیگر نشان داد. گنرال گوبرناتور ترکستان فقط خواست که خان مستبد را از خوف سرزدن آشوب خلق پدروار آگاه سازد. به این معنی او 8 ایولی سال 1874 به خدایار خان نامه نوشت: بهترین کسان ضد شما عمل می کنند، مردم هم در اضطراب است. اگر شما طریق رعیت داری خود را تغییر ندهید، آنگاه من برایتان انجامی ناخوشی را پیشگویی می کنم. خان خوقند این نامه گنرال گوبرناتور را کاملا موافق طرز تفکر خود تعبیر نموده آتش جبر و ستم را در سراسر مملکت باز هم فروزانتر گردانید، ولی آرامی به این وسیله تأمین شده دیر نپایید. بهار سال 1875 شور و آشوب‌های خلق دوباره با قوه نوسر زده از مرزهای غربی مملکت، از نزدیکی خوجند تا وادی آلای و محلهای نزدی کوهستان پامیر تمامی قلمرو دولت خانی را فرا گرفت. و ضمن این وضعیت عمومی سیاسی این دوره از دور پیشین تفاوت داشت. اگر در نیمه اولی سالهای 70 اساساً شورش‌های خلقی ضد فئودالی به عمل می آمده باشند،
تخمیناً از سال 1875 به مبارزه ضد خدایار خان یک گروه نمایندگان اعیان عالی مقامی دربار نیز همراه شدند. عبدالرحمن آفتابچی برادر خدایار، حاکم مرغیلان سلطان مراد بیگ، ملا عیسی اولیا و دیگر فیادلان کلان از ترس اینکه آنها هم به غضب خلق گرفتار نشوند آشکاراً به مقابل خان سر برداشتند. پسر خدایار خان نصرالدین هم به صف مخالفان پدر خود داخل گردید. نمایندگان صنف حاکم به حرکت ضد فیادلی همراه شده تمام سعی و کوشش خود را به آن روانه ساختند که رویه اجتماعی مبارزه خلق را سست نمایند و آن را از راه صنفی برآورده به راه مذهبی و ملتچگی درآورند. بنابراین وقتی که خدایار خان از تخت افتاد و به خاک گنرال گوبرناتوری ترکستان فرار کرده به حمایه نیزه های پادشاهی پناه برد، آنها او را نه به ظلم و ستم و قتل و غارت مردم بلکه به مطیع دولت روسیه گردیدنش گناهکار دانستند. آنها به مقابل کافران جهاد اعلان نموده برقرار ساختن حدود پیشینه خانیه خوقند را طلب کردند و نصرالدین را خان برداشتند. دسته های جداگانه شورشگران با تحریک دایره های ملتچی، فیادلان و روحانیان متعصب به استانسیه های پاچت و دیه ها هجوم می کردند و در راه ها دست به غارتگری می زدند. کاوفمن خبری به تخت نشستن نصرالدین را شنیده اظهار رضایت نمود که حکومت او را به رسمیت خواهد شناخت، فقط به شرطی که خان قرارداد و معاهده های بین روسیه و خوقند را رعایت کند و به تبعه های روسی از حمله و غارتگری ها ضرر دیده تاوان بدهد. نصرالدین به روحانیان و فیادلان کلان تکیه نموده به این طلب گنرال گوبرناتور اعتنا نکرد و تنها پس از آن که دسته های خوقند 22 اوگوست سال 1875 در محاربه نزد قلعه محرم شکست خوردند به نامه کاوفمن جواب گردانیده همه پیشنهادهای او را قبول کرد، ولی اکنون آن طلبهای پیشینه به نظر گنرال پادشاهی کم می نمودند. شما گفتاری 108 را از کتاب علامه باباجان غفورов توجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خوند. کارگردان شیرعلی نفزلی.